بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه همراهان عزیز. خوشحالم که در بخش سوم جمع‌بندی جامعه شناسی 12 هم در کنار شما هستم. من ملکزاده هستم. در این بخش سراغ درس‌های 5 و 6 میریم و مهمترین مفاهیم اونا رو با هم مرور خواهیم کرد. شروع می‌کنیم جمع‌بندی درس 5 با عنوان معنای زندگی. در درس 5 ما بیشتر با جامعه شناسی تفسیری آشنا خواهیم شد. عکسی که شما مشاهده می‌کنید حالا سکانسی از فیلم آواز گنجشکاست که این فیلم ساخته مجید مجیدیه. توصیه می‌کنم بعد از کنکور حتما این فیلم رو مشاهده کنید که خیلی فیلم خوبیه. کریم شخصیت اصلی این فیلم در طول فیلم حالا یک مسیری رو طی میکنه. از یک زندگی روزمره و تکراری شروع میکنه با از دست دادن شغل که ناخواسته بوده وارد تجربه جدید میشه. میره تو شهر با آدم‌ها و موقعیت‌های مختلف روبرو میشه. در نهایت در پایان فیلم کریم به حقیقت خودش برمیگرده. این بازگشت به خویشتن همون یافتن معنای زندگیه که این بچه‌ها دقیقاً همون چیزیه که جامعه شناسی تفسیری میگه. میگه انسان موجودیه که در بستر تجربه‌های اجتماعی به زندگیش معنا میبخشد و این معنا از درون خود او میجوشد نه از بیرون. درس 5 ما با این اصطلاحات مهم آشنا خواهیم شد که شما مشاهده میکنید و در این درس حالا به صورت کلی در رابطه با رویکرد جامعه شناسی تفسیری حالا ما میخونیم و خوندیم و همونطوری که یادتونه نظریه پردازان مهم و سیر تاریخی این رویکرد رو معرفی خواهیم کرد. از روش‌های کیفی بحث به میان میاد. پرسش از معنای زندگی، مسئله معنا درباره کل زندگی انسان و در مورد تمام پدیده‌های اجتماعی از جمله کنش‌ها مطرحه. این پرسش که چگونه میتوان معنای زندگی و معنای کنش انسان‌های دیگر رو فهمید یکی از پرسش‌های مهم و کلیدی برای اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است. پس درس 5 از همین سوال شروع میشه: معنای زندگی چیه و چگونه میتونیم معنای کنش دیگران را بفهمیم؟ در این اسلاید در رابطه با پیچیدگی پدیده‌های اجتماعی انسانی میخونیم. بررسی و مطالعه پدیده‌های انسانی و اجتماعی بدون توجه به عمق آنها به نتیجه‌گیری‌های غلط و اشتباه منجر میشه. کتاب حالا 3 پدیده رو آورده که حالا شهادت طلبی، فدا کردن جان برای وطن و خودکشی که اینها ظاهراً یک کارو میکنن، از جان میگذرن دیگه، ولی تفاوتشون کجاست؟ در معناشون. شهادت طلبی حالا معنای دیگری داره، رسیدن به خداست. فدا کردن جان برای وطن مثلا معناش حالا دفاع از میهن، دفاع از اون هویت ملیه. خودکشی ولی فرار از درد، ناامیدیه. ببینید اینا مثلا ظاهرا یکی هستن ولی هویت کاملا متفاوتی دارند و دقیقاً این معناست که بچه‌ها هویت هر پدیده رو مشخص میکنه و آن 3 پدیده رو متفاوت میسازد. در مورد پدیده‌های اجتماعی مانند حالا خودکشی نظریه های متفاوتی وجود داره. جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان، حقوقدانان نظریات متفاوتی ارائه میدن. وجود نظریات متفاوت نکته مهم، نشانه پیچیدگی و عمق پدیده‌های اجتماعی و البته دشواری فهم اونهاست. خب میرسیم به مفهوم مهم، هویت زدایی. هویت زدایی از پدیده‌های اجتماعی به چه معناست؟ خیلی مهم این قسمت. برخی رویکردها مثل رویکرد تبیینی برای دستیابی به پاسخ‌های ساده و کاملا پیشبینی درباره چرایی و نوع پدیده‌های اجتماعی، پیچیدگی و عمق این پدیده‌های اجتماعی رو نادیده میگیرن. پس چه چیزی رو نادیده میگیرن؟ عمق اونها رو. و از پدیده‌های اجتماعی و انسانی هویت زدایی میکنند. اینجا هویت زدایی اصلا به چه معناست توضیح میدم براتون. حالا برای این تبیین‌گراها یا رویکرد تبیینی‌ها طلاق یک واقعیت قابل اندازه‌گیریه. من مثال میزنم براتون تا بیشتر متوجه بشین مفهوم هویت زدایی رو. خب پس یک پدیده اجتماعی مثل طلاق یک واقعیت قابل اندازه‌گیریه.
حالا اونا بررسی میکنند که آیا بین بیکاری و طلاق رابطه‌ای وجود داره و میان مثلا میگن که با آمار حالا اینو چیکار میکنن، جمع‌بندی میکنن، تحلیل میکنن و آخرش نتیجه میگیرن. مثلا میگن که در سال گذشته نرخ طلاق در شهرهای بزرگ مثلا 35% افزایش یافته. درصد میگن به ما، آمار میگن. خب اینجاست که هویت زدایی اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی در پدیده اجتماعی مثل طلاق، درد یا شرم یا رنجی که حالا اون زن و مرد کشیدن وارد تحلیل نمیشه، چون قابل اندازه گیری نیست که. ولی برای تفسیرگراها که در درس 5 در رابطه با اینها خواهیم خوند، طلاق یک تجربه معناداره. تفسیرگرا میاد میپرسه که این افراد حالا چطور طلاق رو درک و تفسیر کردند. میرسیم به بنیانگذاران جامعه شناسی تفسیری. دیلتای و ماکس وبر از بنیانگذاران جامعه شناسی تفسیری هستند. حالا اکثرا اینجا ماکس وبر رو با مارکس اشتباه میگیرن. مارکس حالا یک نظریه پرداز دیگه است، یک جامعه شناس دیگه است که حالا جامعه شناس انتقادی است. ولی اینجا میبینین که ماکس وبر به همراه دیلتای از جامعه شناسان، از حالا بنیانگذاران جامعه شناسی تفسیری هستند. دوره تاریخشون قرن 19 میلادی، کشور آلمان. الان میخوایم بدونیم که چرا ماکس وبر که جامعه شناس آلمانیه جامعه شناسی رو تفهمی تبیینی معرفی میکنه. خب اینجا میگه که هرچند جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی، اینجا میبینید جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی دارای نظم و قاعده خاصیه، اینجا در واقع رویکرد تبیینی رو تایید کرده. ولی در بند دوم ما میخونیم که اما انسان ها مانند موجودات طبیعی نیستند، اینجا هم رویکرد تبیینی رو حالا رد کرده. بچه ها، وبر میگه کلا جامعه مثل طبیعت دارای نظم و قانونه و باید به صورت علمی مطالعه بشه، اما یه تفاوت مهم وجود داره. خب در طبیعت سنگ، گیاه یا حتی ماشین به کار خودشون معنا نمیدن که، ولی انسان برای رفتار خودش، برای کنش خودش حالا دارای انگیزه است، معنا میده و دارای هدفه همه رفتاراش. به همین دلیلی که جامعه شناس نمیتونه فقط رفتار انسانها رو مشاهده کنه، بلکه باید معنای رفتار رو هم بفهمه، که در اینجا شما مشاهده میکنید که گفته نمیتونه همانند پدیده های طبیعی از طریق حواس مطالعه کنه، بلکه باید معنا رو بفهمه. خب پس از نظر وبر اول باید معنای رفتار رو بفهمیم که همان میشه تفهم، بعدش علتها رو توضیح بدیم که همان میشه تبیین. به همین دلیلی که حالا ما اینجا متوجه میشیم که روی کرده وبر رو میگن تفهمی تبیینی. من براتون مثال میزنم تا این مطلب براتون جا بیفته که تفهمی تبیینی کلا یعنی چی. فرض کنید حالا چند تا دانش آموز هر روز میرن کتابخونه درس میخونن. خب ظاهر رفتارشون یکسان دیگه، اما دلیل هاشون ممکنه متفاوت باشه. مثلا یکی برای قبولی تو کنکور حالا درس میخونه، یکی برای جلب توجه خانواده‌اش، یکی از روی علاقه به یادگیری. خب وبر میگه جامعه شناس باید ابتدا این انگیزه ها و معانی رو اول باید بفهمه، همون تفهم، و سپس حالا آثار کنش اونها رو بر موفقیت تحصیلی بررسی کنه. اینم میشه تبیین. در ادامه ما میخونیم که وبر میگه با اینکه فهمیدن رو برای درک پدیده های اجتماعی ضروری میدانست، اما از آنجا که علم رو به علم تجربی، اینجا نکته مهمی رو میخونیم، وبر علم رو به علم تجربی محدود میدانست. خب میگفت که جامعه شناسان از مطالعه پدیده‌های اجتماعی میفهمند، آنچه از پدیده‌های اجتماعی میفهمند باید با روش تجربی اثبات بشه، وگرنه ارزش علمی ندارد. ماکس وبر تفهم را روشی مستقل برای علوم انسانی نمیداند، بلکه آن را مقدمه، چه چیزی را؟ تفهم را مقدمه و پیش نیازی برای روش‌های علمی که همان روش تجربی بود می انگاشت. خب میریم اسلاید بعدی. میگه از نظر ماکس وبر جامعه شناس چگونه با ارزش‌ها و آرمان‌های اجتماعی برخورد می‌کند. ببینید بچه‌ها، ارزش‌ها و آرمان‌ها
از نظر ماکس وبر جامعه شناس فقط میتونه آرمان ها و ارزش ها رو توصیف کنه. نکته خیلی مهم، نمیتونه در مورد آرمان ها و ارزش ها که پدیده حالا نامحسوس و غیر تجربیان داوری کنه. پس نمیتونه داوری کنه. خب حالا مطلب بعدی گفته در نظر ماکس وبر چگونه جامعه شناسی از دایره علم خارج میشه، یعنی چگونه جامعه شناسی رو دیگه نمیتونیم بگیم که علمه. آورده گفته مثلا جامعه شناس میتونه برای مدتی با اعضای یک گروه سیاسی زندگی کنه و از این راه عقاید و ارزش‌های اونها رو بفهمه، توصیف کنه، اما نمیتونه درباره درست یا غلط بودن این عقاید و ارزش‌ها داوری کنه. خب پس جامعه شناس میتونه برای مدتی با این اعضا زندگی کنه و بفهمه که حالا چرا این عقیده در بین اونها شکل گرفته، چرا این باور، حالا چه تأثیری این باور تو رفتارشون داره، چه پیامدی در جامعه ایجاد میکنه. میتونه پس بفهمه و توصیف کنه، اما جامعه شناس نمیتونه با روش علمی ثابت کنه که این ارزش حتما درسته یا غلطه، زیرا داوری ارزشی حالا خارج از حوزه علم محسوب میشه. خب در ادامه میخونیم که نمیتونه حالا درباره درست یا غلط بودن این عقاید و ارزش‌ها داوری کنه و به نقد و اصلاح آنها بپردازه. پس نمیتونه نقد کنه، نمیتونه ارزش‌ها رو اصلاح کنه. یا اینکه جامعه شناسی از دایره علم خارج میشود و با نام غیر علمی حالا کار میکنه. پس از نظر وبر بچه‌ها وظیفه جامعه شناس فهمیدن معنا و انگیزه رفتار اجتماعی و سپس توضیح علمی اونهاست، نه قضاوت درباره حالا درست یا غلط بودن ارزش‌ها و عقاید مردم. پس این قضاوت کار جامعه شناس نیست. الان میخوایم بدونیم که حالا تفسیر و رویکرد تفسیری چگونه رونق و غلبه پیدا کرد. در قرن 20 حرف حالا تبیینی ها مورد تردید قرار میگیره. اونا چی میگفتن تبیینی ها؟ در اسلاید قبلی هم گفتم، میگفتن که فرق بین علم و غیر علم فقط با روش تجربی تعیین میشه. خب به این حرف تبیینی ها حالا اومدن شک کردن. ما در پایه 11 درس 12 اینا رو خونده بودیم. به اونایی که به علم تجربی شک کردن میگفتیم متفکران پسامدرن، یعنی ما از مدرنیسم عبور کرده بودیم و رسیده بودیم به پسامدرن. حالا کیا شک کردن؟ برمیگردیم به بحث خودمون. اون اندیشمندانی که حالا از دل همین اندیشه وبر و پیروانش به وجود اومدن، به این داستانه شک کردن. همینجا باعث میشه که تفسیر وارد بشه و رونق پیدا کنه. خب ما میرسیم به اینکه مقایسه دانش در رویکرد تبیینی و تفسیری. تفسیر حالا دانش محلی یعنی اینجایی و اکنونیه. تبیین دانش جهان شمول، قوانین همه جایی و همیشگی داره. خب چرا تبیین دانش جهان شمولیه؟ چون مخصوص پدیده های طبیعیه. اگه یادتون باشه گفتیم که اونا میگفتن پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی باید بررسی بشه. خب که قوانینش همه جایی و همیشگی میشه. تفسیر ولی چرا این جایی و اکنونیه؟ چون دانشه که از دل فرهنگ جامعه تولید میشه. هر فرهنگی حالا با یک مسئله روبرو شده و این مسئله دانش خاص خودش رو ایجاد کرده که ما اینو در نمودار دوم درس 1 صفحه 8 توضیح دادیم. برای اینکه این مطلب جا بیفته من براتون مثال میزنم. اینها مطالب مهمی هستن که مثلا قوانین همه جای همیشگی یعنی چی، این جای اکنونی یعنی چی. مثلا شما تصور کنید یک دانش آموز تو امتحان ریاضی رد میشه. تفسیر میاد که تفسیر خودش گفتیم که دانش محلیه دیگه، اینجایی و اکنونیه. برای فهمیدن رد شدن و شکست این دانش آموز نیاز داره که بدونه مثلا دانش آموز دیشب خواب بوده یا تا دیر وقت بیدار بوده. خب یا مثلا معلم سوالات رو از اون فصلی داده که تدریس کرده یا نکرده، یا اون روز خاص دانش آموز دعوای خانوادگی داشت. خب پس برای اینکه حالا بفهم علت شکستشو خب باید اینها رو بدونه و این توضیح فقط برای این نفر در این زمان در این مکان کار میکنه. توجه کنید. خب بعد میرسیم به تبیین. تبیین چگونه این موضوع رو حل میکنه، به این موضوع نگاه میکنه. گفتیم که تبیین هم حالا دانشش جهان شمول، همه جایی، همیشگیه.
برای توضیحش میگه که آقا کمبود خواب حافظه کوتاه مدت رو مختل میکنه، یا مثلا اضطراب بالا عملکرد شناختی رو کم میکنه. خب بعد میاد این قوانینی که حالا این گفته در تهران، پاریس، توکیو برای هر دانش آموزی اجرا میکنه. میگه این قوانین حالا در تهران، پاریس، توکیو یا هر جای این دنیا برای هر دانش آموزی صدق میکنه. حالا تفاوتشون چی میشه؟ تفاوت اصلی تفسیر و تبیین چی میشه؟ تفسیر این آدم رو، این دانش آموز رو میگه چرا امروز در این مکان، در این زمان رد شد. خب تبیین میگه دانش آموز عموماً چرا رد شد. تفسیر دانش محلی اینجایی اکنونیه به چه معناست؟ این رو در اسلاید قبلی به تفسیر اینو توضیح دادم، ولی چون مطلب مهمیه حالا بازم تکرار میکنیم. گفتیم در اسلاید قبلی که چون تفسیر دانش یک از دل فرهنگ جامعه تولید میشه و هر فرهنگی هم با یه مسئله روبرو حالا میشه دیگه، و این مسئله دانش خاص خودش رو ایجاد میکنه. خب برای همین حالا میگیم که اینجایی اکنونی، که اینجا هم نوشته به این معناست که همه دانش‌ها و تولیداتی اجتماعی و فرهنگی هستند. خب فرهنگ‌های گوناگون تفسیرهای مختلفی از زندگی دارن، هر کدام دانش خاص خودش رو تولید میکنه. انسان برای رابطه با یکدیگر زبان را و برای معنا دادن به جهان دانش‌های خاص خودشون رو پدید میآورند. در ادامه میخونیم که تبیین در حاشیه تفسیر به چه معناست. با غلبه رویکرد تفسیری گفتیم در قرن 20 و قبول این باور که علم و غیر علم را تبیین تجربی تعیین نمی کند، تبیین در حاشیه تفسیر قرار می گیرد. علوم انسانی و علوم اجتماعی دیگه دغدغه‌شون این نیست که نزدیک بشن به علوم طبیعی. خب اینجا ببینید ندارد، اینا مهم، من زیرشون خط بکشید. تفسیر به عنوان روشی مستقل و ویژه علوم انسانی به رسمیت شناخته می شود. حالا نکات مهم. رویکرد تفسیری در تقابل با رویکرد تبیینی بر این باور است که کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند دست به عمل میزنند. بنابراین برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده‌های اجتماعی عبور کرد و به معنای نهفته در کنش‌ها راه یافت. میرسیم به معنای کنش. مطلب مهمیه، دقت کنید. معنای کنش 2 بعد داره. یک بعدش قصد و هدف کنشگر و بعد دوم آن دلالت هست که حالا با مثال توضیح میدم تا متوجه بشید. حالا ما گفتیم که بعد اولش قصد و هدف کنشگر از انجام کنشه. مثال زده، مثلا ممکنه هدف دانش آموزی از درس خواندن کشف حقیقت باشه، افزایش معلومات باشه، اشتغال باشه، کسب موقعیت اجتماعی باشه. خب پس برای فهمیدن هدف کنش به ذهن کنشگر مراجعه میکنیم. خب پس در معنای کنش در بعد اولش که گفتیم قصد و هدف، برای فهمیدنش باید به ذهن کنشگر مراجعه کنیم. خب و بعد دوم گفته که چیزی است که کنش انسان نماد و نشانه آن است و بر آن دلالت می کند. مثلا درس خواندن یک دانش آموز می تواند نشان دهنده فضای رقابتی مدرسه، ارزشمند بودن سوادآموزی در جامعه، اهمیت تحصیلات برای والدین باشد. برای فهمیدن دلالت کنش باید به زمینه فرهنگی کنشگر در آن فرهنگی که کنشگر در آن عمل می کند مراجعه کنیم. پس در بعد دوم معنای کنش که دلالته، باید برای فهمیدنش به زمینه فرهنگی که کنشگر در اون عمل میکنه مراجعه کنیم. خب میرسیم به این مطلب که کنشگران فردی و جمعی هم در معنای ذهنی و هم در معنای فرهنگی فعال و خلاق هستند. از نظر جامعه شناسان تفسیری حالا انسان ها موجوداتی هستند که فعالند و خلاق، الان گفتیم دیگه، که معانی مختلفی تولید میکنند که همین تنوع معناها باعث شکلگیری فرهنگ ها و جهان های اجتماعی میشه. خب جهان‌های اجتماعی گوناگونی میشه. اینجا هم مشاهده میکنید که مختلف نوشته. خب چون فهم این معناها آسان نیست، جامعه شناسان تفسیری میان از روش‌های کیفی استفاده میکنند. پس
روش های کیفی مال جامعه شناسان تفسیریه. پس نتیجه میگیریم که چون انسان ها فعال و خلاق هستند، خب 1 2 باعث میشه که حالا معانی مختلف تولید بشه. 2 بعدش موجب پیدایش جهانهای اجتماعی و فرهنگ‌های مختلف میشه و بعد از اینکه این فرهنگ‌ها و جهانهای اجتماعی مختلف پیدا شد، نیاز به روش‌های کیفی احساس میشه. و حالا که روش‌های کیفی هم اینجا میخونیم که تنوع و تکثر معانی موجب پیچیدگی کنش انسان میشه و دشواری فهمیدن معانی آنها میشود. بنابراین برای فهم معانی کنش انسان ها باید به سراغ روش‌های رفت که این تنوع و تفاوت‌ها را در نظر بگیرد. مثلا من برای شما مثال بزنم، مثال‌هایی که من بارها از این مثال‌ها در اسلایدهای قبلی زدم. مثلا شما تصور کنید که از چند دانش آموز بپرسیم که موفقیت یعنی چی. ممکنه مثلا یکی پاسخ بده که قبولی تو رشته پزشکی، یکی بگه که حالا کمک به دیگران، یکی بگه که موفقیت یعنی کسب درآمد بالا. خب همه در رابطه با یه موضوع صحبت میکنن، در رابطه با موفقیت صحبت میکنن، اما برای اون معناهای متفاوتی در ذهن دارند. خب پس این تفاوت معناها باعث تفاوت در رفتارها و انتخاب‌های افراد می شود. ما اینجا 2 نمونه از روش‌های کیفی رو داریم. یکی گمنگاریه، اگه یادتون باشه، یکی هم مطالعه موردی بود. در روش گمنگاری پژوهشگر برای مدتی میره با اون گمی که حالا قراره در رابطه‌اش تحقیق کنه زندگی میکنه، یعنی خودش رو در شرایط فرهنگی اون قوم قرار میده و کنش‌هاشو تجربه میکنه تا اونا رو بهتر بشناسه. پس این از گمنگاری. خب نمونه دوم از روش‌های کیفی مطالعه موردیه که اگر محققی بخواد تمامی ابعاد یک پدیده اجتماعی خاص، این مهمه، تمامی ابعاد یک پدیده اجتماعی خاص، مثلا یک فرد، یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ رو مطالعه کنه و عمق پنهان و منحصر به فرد اون رو نشان بده، که اینها مطالبی هستن که حتما مثلا اگر توضیح مطالعه موردی رو خواستیم اینو باید حتما گید بشه، چون یک مطلب کلیدی هست که عمق پنهان و منحصر به فرد اون رو نشان بده. از این روش استفاده میکنه. از کدوم روش؟ مطالعه موردی. تفسیری در یک نگاه، که اینجا حالا موضوع گفته موضوع رویکرد تفسیری چیه؟ کنش‌های اجتماعی و معنای آن. روشش تفسیره، یعنی نگاه از درون به پدیده ها برای یافتن معنای آن. هدفش معنا بخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعیه. سطح تحلیلش خورده به کنشگر اهمیت میده، ساختار رو نادیده میگیره. که اگه شما یادتون باشه در رویکرد تبیینی ما گفتیم که سطح تحلیلش کلانه، بعد به ساختار اهمیت میداد. پس رویکرد تبیینی به ساختار اهمیت میده، رویکرد تفسیری به کنشگر. این مهمه. دوره تاریخیش قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20. ابزار گردآوری دادش خوندیم حالا کیفیه و مشاهده مشارکتیه. نوع دانشش دانش محلی، اینجایی و اکنونی، که همه دانش‌ها تولیدات اجتماعی و فرهنگی هستن. قلمرو علمش حس و تجربه به علاوه تفهیم و تفسیر. توصیف اصطلاحات مهمش شما اینجا مشاهده می‌کنید: کنش اجتماعی، معنا، ارزش، انگیزه، اراده، آگاهی، زبان. و نوع جامعه شناسیش حالا خرد، تفسیرگراست، محافظه‌کاره، که اینها خیلی مهمن که بدونید. مطالعه ارزش‌ها که به توصیف ارزش‌ها میپردازه، داوری نمی‌کنه، خوب و بد رو نمیتونه تشخیص بده. نگاه به جامعهش، حالا ما خوندیم که این خلاقیت و فعالیت کنشگران باعث به وجود اومدن خرد فرهنگ ها میشه، درون هر جامعه میشود. حفظ و فعال بودن انسان ها موجب پیدایش فرهنگ ها و حالا گفتیم که جهان های اجتماعی مختلف میشه. بنیانگذارانش دیلتای و ماکس وبر هستند. درس ششم ما در رابطه با قدرت اجتماعی. در تصاویر ورودی شما مشاهده میکنید که در بالا کلاه فارغ التحصیلی و پول رو مشاهده میکنید که نشان دهنده دانش و ثروت. صندوق رای رو مشاهده میکنید که نشان دهنده قدرت سیاسی و نقش مردم تو تصمیم گیری هاست. ماهیچه رو میبینید که حالا نماد زور و بازوست که همون قدرت جسمانیه.
ترازو و کتاب قانون رو اینجا میبینید که نشان دهنده قدرت قانونیه و یا قوانینی که حالا مشخص میکنن چه کسی چه اختیاری داره. تلویزیون اینجا هست و میکروفون که نشان دهنده قدرت رسانه‌ایه و مغز پر از آیکون رو اینجا مشاهده میکنید که نشان دهنده اقناع و تاثیرگذاری. همه اینهایی که من نام بردم، همه اینها رو اگه یادتون باشه ما در این درس حالا خوندیم در رابطه‌اش. و این 6 تا تصویر حالا چه چیزی مشترکی دارن به نظرتون؟ همه نشان میدن که حالا قدرت از راه‌های مختلف در جامعه وجود داره، نه فقط حالا از طریق زور. در درس ششم ما با این اصطلاحات مهم آشنا میشیم: سیاست، قدرت، قدرت اجتماعی، ابزارهای اعمال قدرت، منابع قدرت، جامعه شناسی انتقادی. مهمترین موضوعی که ما در درس ششم در واقع مقدمه چینی میکنیم برای ورود به رویکرد انتقادی. ما در درس گذشته در رابطه با حالا رویکرد تبیینی خوندیم، رویکرد تفسیری رو در درس 5 خوندیم. الان رسیدیم به جامعه شناسی انتقادی. اگه یادتون باشه در درس اول هم نگاه سوم بود. همون نقشش هم اینجا میکشم که شما یادتون بیاد که ما در واقع در رابطه با این رویکرد خواهیم خوند. خب مقایسه سگانه قدرت و ثروت و دانش در گذشته و معاصر. در گذشته حالا این قدرت و ثروت و دانش ارزش‌های واسطه‌ای بودن، یعنی واسطه بودن که ما رو برسونن به سعادت و کمال، یعنی به خوشبختی برسونن ما رو، یا ما رو برسونن به اون فضیلت اخلاقی. فضیلت اخلاقی یعنی چی؟ یعنی انسان رو از لحاظ اخلاقی و انسانی رشد بدند، یعنی همون ویژگی‌های عدالت رو پرورش بدن یا کمک به دیگران. یعنی اینها ما رو واسطه بودن که برسونن به این ویژگی های خوب که در گذشته دانش حالا خیر بود، ثروت خاکستری بود، نه چندان بد بود نه چندان خوب بود، قدرت هم کلا شر محسوب شد. حالا در دنیای معاصر و جدید اومدن گفتن که آقا این ارزیابی اخلاقی یا این داوری که شما انجام میدین در رابطه با این سگانه ما رو دچار عقب ماندگی کرده. خب و این گفتن که این ارزیابی اخلاقی یا این داوری اخلاقی رو بذارین کنار. اینا هم گذاشتن کلا کنار در دنیای معاصر، کلا نادیده گرفتن داوری اخلاقی. و حالا در دنیای معاصر دانش هم به علوم تجربی محدود شد، ولی خیلی طول نکشید که بچه‌ها پیامدهای این نگاه رو در این نگاه دنیای جدید یا همون معاصر رو دیدیم که واکنش‌های به این نگاه ها هم انجام شد و جنبش‌های اجتماعی زیادی حالا شکل گرفت که نخستین واکنش در مقابل ثروت بود. این خیلی مهمه، همیشه سوال میاد که نخستین واکنش در مقابل چه چیزی شکل گرفت. شما باید بنویسید ثروت. ثروت نه یک امر خاکستری و خنثی، بلکه ریشه بسیار از ظلم‌ها، شرارت‌ها بود. خب چرا بهش واکنش نشان دادن؟ چون دیدن که حالا نابرابری اتفاق افتاده و ریشه بسیار از ظلم‌ها و شرارت‌هاست. باعث شد که حالا اعتراض کنن. واکنش بعدی در مقابل دانش شکل گرفت. خب دانش حالا قدیم قاضی بود، در گذشته خوب بود دیگه، خوندیم اینجا. یعنی اگه حالا دعوایی هم بین ثروت و قدرت صورت میپذیرفت، این دانش میومد چیکار میکرد؟ نقش قاضی داشت، قضاوت میکرد و حق رو به یکی میداد. ولی در دنیای معاصر این خوشبینی به این دانشه و این ارزشی که قدیم به دانش میدادن، دیدن که اون ارزشه دیگه از بین رفته، مورد تردید گره، یعنی شک کردن بهش. دانش دیگر راهنمای ما به سعادت نیست و به این نتیجه رسیدن که اون دانش دیگه راهنما نیست که ما رو برسونه به خوشبختیه. الان سوالی که اینجا هست و ما رو در واقع سوق میده به جامعه شناسی انتقادی، از ما یه سوالی پرسیده که ما آیا میتونیم قدرت رو داوری کنیم؟ که ما به این سوال توسط جامعه شناسی انتقادی میتونیم حالا جواب بدیم و داوری کنیم. در درس گذشته اگه یادتون باشه در جامعه شناسی تفسیری گفتیم که ضعف جامعه شناسی تفسیری این بود که نمیتونست داوری علمی کنه، ولی خب فرصتی هم که داشت، گفت پدیده‌های اجتماعی معنا دارن که ما باید اونا رو بفهمیم و انجام بدیم، ولی نمیتونست داوری کنه. خب ولی جامعه شناسی انتقادی میتونه ارزیابی و داوری کنه و قدرت رو هم میتونه جامعه شناسی انتقادی داوری کنه.
در ادامه ما خوندیم که اگه در اجتماع اختلافاتی پیش بیاد باید چگونه حل کنیم. گفتیم که حالا انسان ها وقتی در کنار هم زندگی میکنن طبیعیه که یه سری حالا اختلاف نظرهایی پیش بیاد، تضادهایی پیش بیاد که اگه این اختلافات و تضادها رو بشینند با تصمیم گیری حل کنن، تصمیم گیری در رابطه با مسائل مشترک حل کنن این اختلافات و تضادها رو، این باعث میشه که حالا سیاست یا عمل سیاسی پدید بیاد. خب تصور کنید حالا شما 30 نفره رفتین توی خوابگاه زندگی میکنید. یکی میخواد شبا موسیقی گوش بده با صدای بلند، یکی دیگه میخواد حالا بخوابه. در این میان اگه تصمیم مشترکی نباشه، قانون نباشه، تعارض میشه، بی‌نظمی میشه، دعوا پدید میاد. ولی اگه بشینید با هم در رابطه با اون مسائل مشترکتون تصمیم گیری کنید، قانون بذارین، دیگه اون تعارض و بی‌نظمیه رو نخواهید داشت. در واقع این تصمیم گیری شما در خوابگاه در رابطه با مسائل مشترک رو میگن بهش عمل سیاسی یا سیاست. در ادامه هم اینجا میخونیم که حالا هرچه جامعه پیچیده تر میشه ما به سیاست بیشتر حالا احتیاج پیدا میکنیم و سیاست البته پیچیده تر میشه. خب در اینجا ابعاد سیاست رو میخونیم که یکیش تدبیر و تنظیم اموره که بهش میگن قانون و دیگری ضمانت اجرای قانون که بهش میگن قدرت. خب ما الان در بالا خوندیم که ما در رابطه با مسائل مشترکمون میشینیم و مسائل مشترکمون رو حل میکنیم و قانون میذاریم. خب پشت این قانون باید قدرت باشه تا قانون اجرا بشه. اینجا که گفته ضمانت اجرای قانون، ضمانت خود ضمانت یعنی پشتوانه. خب یعنی قدرت پشتوانه اینه که باعث میشه تصمیم ها یا همون قوانین اجرا بشن، فقط در حد حرف باقی نمونند. خب من براتون مثال میزنم. مثلا تو مدرسه تصمیم گیری شده، تصمیم گرفتن که همه دانش آموزان ساعت 7:30 باید در مدرسه حاضر باشن. اگه قدرتی برای پیگیری این قانون وجود نداشته باشه بعضیا دیر میان. درسته؟ نظم مدرسه به هم میخوره. پس اینجا مدیر و معاون ضمانت اجرای این تصمیم هستند. درسته؟ پس قدرت باعث میشه تصمیم ها و قوانین فقط روی کاغذ نمونند و در عمل اجرا بشن. خب در قسمت بعدی در رابطه با قلمرو سیاست میخونیم که در گذشته محدود میشد به حکومت و دولت، امروز تمامی جامعه میتونن قلمرو سیاست باشن. یعنی امروزه نگاه گسترده تر شده. هر جا که تصمیم گیری جمعی هست در واقع چی هست؟ سیاست وجود داره. مثلا سیاست در مدرسه یا در محل کارمون. همین تصمیم گیری شورای مدرسه در رابطه با برنامه‌های مدرسه هم یک نوعی تصمیم گیری جمعیه. خب بعد در اینجا تعریف سیاست رو داریم که گفته مجموعه روش‌هایی که هر واحد اجتماعی برای تحقق اهداف جمعی کلیدواژه است، تحقق اهداف جمعی به کار میگیره و سیاست قدرت محقق کردن اهداف یک نظام اجتماعی به شیوه کارآمد که خیلی مهمه این. پس سیاست یعنی مجموعه روش‌ها و تصمیم‌هایی که برای اداره جامعه، حل مشکلات و رسیدن به هدف‌های اجتماعی استفاده میشه که اینجا کلیدواژه‌اش تحقق اهداف جمعی، اهداف یک نظام اجتماعی به شیوه کارآمده که اینها رو باید حتما بنویسید. خب در این ادامه ما تعریف قدرت رو داریم. قدرت یعنی ضمانت اجرای هر گونه عمل جمعی که در بالا هم توضیح دادم. گفتم که قدرت حالا یعنی این جمله یعنی پشتوانه است که باعث میشه تصمیم ها یا همون قوانین اجرا بشن، فقط در حد حرف باقی نمونند. در ادامه میخونیم که قدرت آمریت نهادینه شده در جامعه است. یعنی چی؟ این جمله یک کمی سخته. آمریت یعنی حق دستور دادن و فرمان دادن. نهادینه شده یعنی به صورت رسمی پذیرفته شده. پس این جمله یعنی مردم قبول داشته باشن که یک فرد یا یک نهاد حق داره دستور بده. مثلا پلیس حق داره قانون رو اجرا کنه، مردم پذیرفتند، پس آمریت نهادینه شده داره. یا مدیر مثلا حق داره مقررات مدرسه رو اعمال کنه. خب
بعد در ادامه میخونیم که پس قدرت آمریت نهادینه شده در جامعه است که هر موقع در جامعه از کار بیفته از زور استفاده میشه. خب قدرت از سطح خرد تا کلان منتشر میشه. یعنی قدرت فقط در دولت نیست، در همه سطوح جامعه وجود داره. سطح خردمون مثلا تو خانواده، کلاس، سطح کلان تو دولت، تو قوه قضاییه. خب که در صورت فقدان آن بقای جامعه با خطر جدی مواجه میشه، که اگه قدرت از بین بره بقای جامعه چی میشه؟ حالا هرج و مرج میشه. ما در اینجا مقایسه وضعیت قدرت در گذشته و معاصر رو داریم. در گذشته قدرت هرگز مسئله اول و اصلی سیاست نبوده است. یعنی در گذشته فکر میکردن هدف اصلی سیاست عدالت هست یا سعادت هست که مردم رو برسونن به خوشبختی، به زندگی خوب، نه صرفاً کسب قدرت. اینو در اسلایدهای قبلی هم گفتیم. در ادامه گفته قدرت وسیله و ابزاری برای تحقق اهداف و فضیلت‌های اخلاقی بود. این قدرت فقط یک ابزار بود تا حاکمان بتونن عدالت رو، نظم رو یا همون ارزش‌های اخلاقی رو تو جامعه برقرار سازن، که مثال زده مانند رواج سیاستنامه نویسی و سیاستنامه ها، که اگه یادتون باشه گفتیم که سیاستنامه ها همون کتاب هایی هستن که نوشته میشن تا به حاکمان یاد بدن که چگونه عادلانه و اخلاقی حکومت کنن. حالا این وضعیت در رابطه با گذشته بود. خب ما میرسیم به معاصر. حالا میخوام بدونیم که قدرت رو در معاصر چگونه حالا نگاه میکنن به قدرت. نوشته قدرت وجه عینی و محسوس سیاست و جنبه الزام آور آن است. این یعنی چی؟ یعنی قدرت همان چیزیه که باعث میشه حالا تصمیم ها و قوانین در عمل اجرا بشن و مردم حالا ناچارند که رعایت کنند، یا همون قدرت در واقع بخش اجرایی سیاسته، که در اسلاید قبلی هم گفتیم قدرت یعنی چیزیه که باعث میشه حرفا و قانونها روی کاغذ نماند. خب مورد بعدی گفته قدرت صرف نظر از اینکه وسیله تحقق اهداف و غایات اخلاقی باشد دارای اهمیت است. خب اینجا دقت کنید، صرف نظر گفته، یعنی قدرت از اینها چشم پوشی میکنه، از اون حالا اخلاقیات. خب یعنی خود قدرت موضوع مهمیه، حتی اگه در رابطه با حالا خوب بودن یا بد بودن اون صحبت نکنیم. خب مورد سوم گفته قدرت مسئله اصلی سیاسته و جوهر اونه. یعنی بسیاری حالا امروزه معتقدن که سیاست در اصل در رابطه با قدرته. خب جوهر اصلی سیاست محسوب میشه. در ادامه میگه برخی همه سیاست را قدرت و برخی عمده از آن را قدرت میشمارند. یعنی بعضی ها معتقدن که سیاست تقریبا همان رقابت برای به دست آوردن یا حفظ قدرته. پس سیاست رو برای به دست آوردن قدرت میدونند. در ادامه گفته در این نگاه، یعنی نگاه معاصر، سیاست با غایت و هدف سیاست و فضیلت داوری نمی شود، بلکه بیشتر با پیروزی و موفقیت و تسلط داوری میشه یا ارزیابی میشه. پس در نگاه امروزی بیشتر به این توجه میکنن که چه کسی موفق شده قدرت رو به دست بیاره یا حفظ کنه، نه اینکه حالا از لحاظ نگاه نمیکنن از لحاظ اخلاقی ببینن درست عمل کرده یا نه. پس این مواردی که الان گفتیم در رابطه با نگاه معاصر در رابطه با قدرته. در این اسلاید در رابطه با ابزارهای اعمال قدرت و منابع اعمال قدرت میخونیم. ابزارهای اعمال قدرت یعنی با چه روشی روی دیگران اثر میگذاریم. شما هم در کتابتون بنویسید که روش هامون هست تنبیهی، تشویقی و اقناعی. منابع اعمال قدرت یعنی قدرت از کجا به دست میاد، که از شخصیت، مالکیت و سازمان. برای اینکه این براتون جا بیفته من براتون مثال میزنم. مثلا مدیر مدرسه به خاطر اون سمت مدیریتیش، شخصیتش و اون سازمان مدرسه
حالا قدرت داره. پس منابع مدیر هست شخصیت و سازمان. حالا برای اعمال این قدرتش از تشویق، تنبیه و یا حتی اقناع استفاده میکنه. خب ابزارهای اعمال قدرت اولیش هست تنبیه. روش تنبیهی یعنی فرد را از ترس مجازات وادار به انجام کاری کنیم، مثلا جریمه کردن، خب یا کسر نمره انضباط. حالا ابزارهای تنبیهی شامل زور و خشونت است. امروزه کمتر استفاده میشه و عمدتاً در دست دولت هاست. پیروی کننده به دلیل اجبار به پیروی خود آگاهی دارد. یعنی اینکه فرد میداند که از روی اجبار اطاعت کرده است. نکته مهم که آگاهی دارد. اینا نکته های حفظی هستن. و از ابزارهای اعمال قدرت میرسیم به تشویق. یعنی با دادن جایزه یا پاداش فرد رو به انجام کاری تشویق کنیم. مثلا جایزه به دانش آموزان ممتاز یا افزایش حقوق کارمندان. ابزارهای تشویقی شامل ثروت و پاداش مالی میشه. از ابزارهای تشویقی کمتر از ابزارهای اقناعی استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی اول ما از روش‌های اقناعی استفاده میکنیم در حالا جوامع کنونی، خب بعدش از تشویق استفاده میکنیم و بعد آخرین از تنبیه استفاده میکنیم. پیروی کننده به دلیل پاداش نسبت به پیروی خودش آگاهی دارد. پس فرد میداند به خاطر پاداش از دستور پیروی کرده است. پس این دوتا روش ها یعنی تنبیهی و تشویقی، پیروی کننده نسبت به پیروی و اطاعت خودش آگاهی دارد. نکته مهم. خب روش اقناعی یعنی با توضیح دادن، با آموزش حالا افراد رو همراه خودمون میکنیم. مثلا پزشک حالا توضیح میده به مردم و مردم رو به زدن واکسن قانع میکنه. یا مثلا معلم دانش آموزان رو به درس خوندن تشویق میکنه. خب ابزارهای اقناعی شامل فکر و آموزش و تبلیغ است. بیشتر از سایر ابزارها استفاده میشه. نکته مهم، با تغییر نگرش و اعتقاد فرد تابع قدرت اعمال میشه. پیروی کننده در مواردی متوجه تبعیت و پیروی خودش نمی شود. نکته خیلی مهم اینجا داریم که در این روش فرد چون احساس اجبار نمی کنه، در روش اقناعی رو میگم، چون احساس اجبار نمی کنه تصور میکنه خودش تصمیم گرفته. برای همین متوجه تبعیت و پیروی خودش نمی شود. مثل تنبیهی و تشویقی نیست که فرد تبعیت کننده متوجهه ولی در اقناعی متوجه نیست، به خاطر اینکه حالا فرد احساس اجبار نمیکنه. میتواند از مسیر درست یا نادرست یا ناشایست صورت بگیرد. خب میرسیم به روش‌های منابع اعمال قدرت که هست شخصیت، مالکیت، سازمان. شخصیت، حالا ما گاهی خود شخصیت فرد حالا باعث میشه دیگران از اون پیروی کنند. در مثال مدیر هم گفتم براتون که خصلت‌های جسمانی و فکری، بیانی، اخلاقی، هوش، ویژگی‌های شخصیتی، همه اینها که در رابطه با شخصیت هست. در جوامع نخستین قدرت بدنی منبع دستیابی به قدرت تنبیهی بود. یعنی در گذشته قدرت بدنی مهمتر بود. یعنی اون کسی که قدرت بدنی داشت، زور و بازو داشت، بیشتر ازش حالا حساب می بردن. خب ولی امروزه دانش، مهارت و شخصیت اهمیتش بیشتره که در ادامه میخونیم. در روزگار کنونی شخصیت نکته خیلی مهم اینجا داریم، با قدرت اقناعی نزدیکی بیشتری دارد. میرسیم به مالکیت. مالکیت یعنی پول و ثروت میتونه به فرد قدرت بده. خب مالکیت بیشتر با قدرت تشویقی قرابت داره. مالکیت هم وصل میکنیم به تشویقی. میرسیم به سازمان. سازمان یعنی چی؟ یعنی جمعی از افراد که
ارزش و هدف مشترکی دارن. سازمان یعنی گروهی از اون افراد که برای رسیدن به یک هدف مشترک با هم همکاری میکنن، مثل مدرسه، هلال احمر، آموزش و پرورش. خب پس جمع کسانی که منافع و ارزش‌ها و برداشت‌های مشترکی دارند. مهمترین منبع قدرت در جوامع امروزی است. این نکته خیلی مهمیه. بارها در امتحانات اومده که مهمترین منبع قدرت در جوامع امروزی باید بنویسید سازمان و بیشترین قدرت در آن است، در سازمان است. در درجه نخست با قدرت اقناعی خویشاوند است. پس این سازمان هم با قدرت اقناعی حالا قرابت داره. بعدش میرسیم به این که دارای دو وجه، یک پارچگی نظام و انسجام اجتماعی است. این یعنی چی؟ یعنی این که سازمان باعث میشه، سازمان ها کلا باعث میشه کارها منظم و هماهنگ انجام میشه. یعنی یک پارچگی نظام. انسجام اجتماعی یعنی چی؟ افراد احساس همکاری و تعلق به یک گروه داشته باشن. این میشه انسجام اجتماعی که این هم نکته مهمی هست. قدرت مفهومی مسئله برانگیز و به شکل اجتناب ناپذیری ارزشی است. یعنی چی؟ یعنی قدرت کلا یک مفهومیه که در رابطه با اون نظرهای مختلفی داده میشه. گاهی هم حالا این نظرها میتونه متضاد باشه. بعد در ادامه گفته به شکل اجتناب ناپذیری ارزشی است. خب این افراد معمولا وقتی در رابطه با این قدرت حرف میزنن یا اون رو خوب میدونن یا بد حالا قضاوت میکنن. خب شما وقتی مثلا در رابطه با قدرت یک مدیر مدرسه صحبت میکنید با دوستاتون، بعضی از حالا دانش آموزان اون رو برای نظم مدرسه لازم میدونن، بعضی دیگه اون رو محدود کننده آزادی خودشون میبینند. خب بعد سخن گفتن از آن به ندرت بی‌طرفانه است. یعنی چی؟ یعنی بیشتر مردم هنگام صحبت در رابطه با قدرت کاملا بی‌طرف نیستند. خب جبهه میگیرند و معمولا از روی اون تجربه ها و باورهای خودشون قضاوت میکنند. مورد بعدی گفته سخن گفتن از این مفهوم با واکنش تحسین آمیز یا نفرت آمیز مواجه می شود. یعنی وقتی در رابطه با قدرت حالا حرف میزنیم اون احساسات شدید ایجاد میشه. خب بعضی اون رو تحسین میکنند، بعضی از اون متنفر میشن. قدرت یک ضرورت اجتماعیه. یعنی چی؟ ضرورت اجتماعی یعنی اینکه هیچ جامعه‌ای بدون قدرت نمیتونه به خوبی اداره بشه. پس برای ایجاد نظم و اون هماهنگی در جامعه وجود قدرت لازمه. قدرت امر شر و پلیدی نیست. اینکه خود قدرت بچه‌ها نه خوبه نه بد. مهم اینه که حالا چگونه ازش استفاده کنیم. خب مثلا شما تصور کنید چاقو برای بریدن میوه استفاده میشه. خب یا هم برای آسیب رساندن به دیگران. قدرت هم درست مثل چاقوست. نوع استفاده از اون اهمیت داره. قدرت رو باید همواره با رویکرد عالمانه و انتقادی بنگریم. یعنی باید قدرت رو با دقت، با آگاهی بررسی کنیم. نه اینکه مثلا هر چیز رو بدون پرسش بپذیریم یا رد کنیم. خب از مواجهه زاهدانه و بدبینانه با قدرت خودداری کنیم. اینجا اکثرا میپرسن بچه‌ها زاهدانه یعنی چی؟ خود زاهد به کسی میگن که حالا از دنیا و لذت‌ها فاصله میگیره. خب یعنی این مفهوم این جمله یعنی نباید فکر کنیم که هر نوع قدرتی بده و هر کسی که حالا قدرت داره فاسده. خب پس میرسیم به هدف کنش سیاسی. مطلب بعدیمون هدف کنش سیاسی که دو نوع تغییر وضع موجود و حفظ وضع موجود. تغییر وضع موجود یعنی بهتر کردن شرایط به معنای ایجاد وضعیت بهتر. خب کلیدواژه‌اش چیه؟ وضعیت بهتر. مثلا مثال میزنم، یه دولت میاد برای کاهش فقر حالا برنامه اقتصادی جدیدی رو ایجاد میکنه. خب این برای تغییر وضع موجود یعنی بهتر کردن شرایط.
حفظ وضع موجود چیه؟ یعنی به معنای پیشگیریه، پیشگیری از بدتر شدن وضع موجوده. مثلا این قوانین راهنمای رانندگی برای حفظ نظم و جلوگیری از حادثه ایجاد شده. خب پس قوانین راهنمای رانندگی پیشگیری میکنه از حادثه های بد. برای مطالعه علمی ارزش‌های سیاسی ما 2 تا رویکرد داریم، رویکرد تفسیری و رویکرد تبیینی. رویکرد تبیینی ها معتقدن که جامعه مثل طبیعته، دارای نظم و قانونه. خب و حالا همانطور که قوانین طبیعت تو همه جا یکسان هستند، قوانین اجتماعی هم میتونن در همه جوامع یکسان باشن. مثلا اینا میگن که وقتی آب حالا تو دمای 100 درجه میجوشد، حالا این اتفاق هم تو ایران این اتفاق میفته، هم تو ژاپن، هم تو آمریکا، هیچ فرقی نداره. طرفداران رویکرد تبیینی میگن حالا قوانین اجتماعی هم میتونه همین گونه باشه، تو همه جوامع کاربرد داشته باشه. خب بعد میان به این حرف تبیینی ها انتقاد میکنند، نقد رویکرد میکنن. حالا منتقدان چی میگن؟ میگن که جامعه مانند طبیعت نیست، جوامع و فرهنگ ها مانند طبیعت نیستن، زیرا انسان ها دارای حالا باورها، ارزش‌های متفاوتی هستند. بنابراین نمیتونیم نتیجه ای را که از مطالعه یک جامعه به دست آوردیم اونو به همه جوامع تعمیم بدیم. تعمیم دادن یعنی گسترش دادن. نمیتونیم نتایج یک جامعه رو به جامعه دیگر گسترش بدیم. خب تفسیری ها حالا چه اعتقادی دارند؟ همانطوری که یادتونه در درس 5 هم ما در رابطه با اینها خوندیم. در این رویکرد تمرکز بر فهم معناست و برداشت انسان ها از رفتارهای خودشان هست. خود از منظر خودشان اینجا هم نوشته. و برای شناخت یک جامعه باید ارزش ها، اون باورها و اون ذهن مردم رو باید حالا بفهمیم، بررسی کنیم. بعدش حالا میان اینا رو نقد میکنند. به اینا چه نقدی میزنند؟ حالا منتقدان میگن که وقتی میخواهیم یک جامعه یا فرهنگی رو بشناسیم، ممکنه اون رو با معیارها و باورهای خودمان قضاوت کنیم. خب و نتیجه و برداشت نادرستی داشته باشیم. مثلا حالا یعنی این جمله یعنی چی؟ یعنی ممکنه فرهنگ‌های دیگر رو با عینک فرهنگ خودمون ببینیم و اشتباه کنیم. خب و مورد بعدی اینه که در دنیا حالا فرهنگ‌ها و جوامع بسیار زیادی وجود دارن دیگه و دائما هم در حال چی هستن؟ تغییر هستن. بنابراین اگه بخواهیم همه آنها رو به صورت کامل حالا بشینیم مطالعه کنیم، این هیچ وقت تمومی نداره. حالا چون فرهنگ ها و جوامع خیلی متنوع هستند، زیاد هستند، مطالعه کامل آنها کاری بسیار دشوار و پایان ناپذیر است. پس نقدی که به تفسیری ها زدن 2 تا شد. یکی این که ممکنه فرهنگ های دیگر رو با عینک خودمون ببینیم و اشتباه کنیم. دومی هم فرهنگ ها و جوامع خیلی زیادن و مطالعه کامل آنها هم خیلی سخته و پایان ناپذیره. مواجهه رویکردهای جامعه شناسی با مقوله قدرت و سیاست که ما با 2 رویکرد حالا نگاه میکنیم، تبیینی و تفسیری. تبیینی میگه منحصر کردن علم به علوم تجربی، مطالعه پدیده‌های مادی و محسوس. پس رویکرد تبیینی ها معتقدن که فقط چیزهایی رو میتونیم مطالعه علمی کنیم که علمی بررسی کنیم که حالا قابل مشاهده و اندازه‌گیری باشن، مثلا نرخ بیکاری، مثلا اندازه‌گیری دما و اینا. خب اون چیزهایی رو اندازه‌گیری میکنن که قابل مشاهده است و محسوسه. قابل مطالعه علمی ندانستن ارزش‌های سیاسی. این رویکرد فکر میکنه اون ارزش‌هایی که مثلا عدالت، آزادی، اینا رو نمیتونیم ببینیم، نمیشه به راحتی با روش علمی اندازه گیری کرد. مثلا نمیتونیم بیاریم خطکش بذاریم، حالا عدالت رو اندازه گیری کنیم. معنازدایی و ارزش زدایی از قدرت و
سیاست. رویکرد تبیینی هنگام مطالعه قدرت و سیاست به اون باورها، ارزشها، به اون معانی مردم توجه کمی میکنه. مثلا میگه تعداد رای دهندگان مثلا اینقدره، خب تعداد رو بررسی میکنه، نه اینکه بیاد بگی که حالا مردم چرا با چه انگیزه‌ای رای دادند. بازماندن از شناخت واقعی قدرت و سیاست، چون حالا به معانی اون ارزش ها توجه نمی کنند، پس نمیتونن قدرت و سیاست رو به طور کامل بشناسن. خب رویکرد تفسیری ها حالا چه اعتقادی دارن؟ معنادار و ارزشی دانستن پدیده های قدرت و سیاست. این رویکرد یعنی رویکرد تفسیری معتقده که قدرت و سیاست فقط رفتارهای ظاهری نیستند، بلکه ارزش‌ها، باورها، اون معانی مردم هم مربوط هستند. مثلا برای فهم یک رأی باید بدونیم که اون فرد چه انگیزه‌ای داره، چه اعتقادی داره. خب بسنده کردن به توصیف ارزش‌های سیاسی که گاهی فقط ارزش‌ها و دیدگاه‌های مردم رو توضیح میده، قضاوت یا راه حل نمیده. خب بعد نوشته ناتوانی در ارائه ملاک برای مقایسه و داوری ارزش‌های سیاسی که این هم گفتیم. تمرکز بر بعد ذهنی قدرت و سیاست، بیشتر گفتیم به افکار، باور، برداشت مردم توجه میکنه. ناتوانی در بررسی وجوه محسوس و واقعی قدرت، یعنی اینکه گاهی اونقدر روی ذهن و باورها حالا تمرکز میکنن که اون واقعیت عینی رو کمتر میبینند. مثلا ممکنه که بیشتر در رابطه با احساس مردم نسبت به فقر صحبت کنند، خب اما آمار واقعی فقر رو کمتر بررسی کنند. جامعه شناسان انتقادی معتقدند که این رویکرد تبیینی ها و تفسیری ها که در اسلاید قبلی خوندیم، اینها هر دو محافظه کارند. یعنی چی محافظه کارند؟ یعنی بیشتر به توضیح و توصیف جامعه میپردازند، کمتر به فکر حالا تغییر هستن. اینجا نوشته محافظه کار. محافظه کار زیرش خط بکشین، یعنی اون کسانی که حالا طرفدار حفظ وضع موجودند، در برابر تغییرات محتاط عمل میکنند و کمتر به دنبال تغییر هستند. و دومینی که این رویکرد تبیینی و تفسیری راهکاری برای بهتر ساختن وضع موجود ندارند و انسان را در برابر وضعیت موجود منفعل و مجبور می سازند. یعنی ممکنه این تصویر رو ایجاد کنند که افراد نمیتونند شرایط جامعه رو تغییر بدن و فقط باید اونو بپذیرند. منفعل بودن یعنی بی تفاوت و بدون اقدام بودن. انسان رو حالا بی تفاوت میدونن، کسی که فقط تماشا میکنه، کاری انجام نمیده. بنابراین حالا جامعه شناسان انتقادی یافتن راهی برای داوری علمی درباره ارزش‌های اجتماعی به ویژه در عرصه سیاست و قدرت رو ضروری میداند. حالا جامعه شناسان انتقادی میگن که باید بتونیم ارزش‌ها و شرایط اجتماعی رو بررسی کنیم و درباره خوب یا بد بودن اونها قضاوت آگاهانه داشته باشیم. خب مثلا باید بتونیم بررسی کنیم که یک قانون به عدالت کمک میکنه یا نه. خب حالا به ویژه در عرصه سیاست و قدرت که این موضوع در مسائل سیاسی و قدرت اهمیت بیشتری دارن، زیرا تصمیم گیری سیاسی تو زندگی مردم اثر میذاره. بعد نوشته دست شستن از این آرمان بزرگ را مرگ سیاست و بنبست زندگی انسان معرفی میکنند. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه اگه مردم دیگه برای بهتر شدن جامعه تلاش نکنند، هیچ نقد و اصلاحی انجام نشه، جامعه دچار رکود میشه. که حالا در ادامه میخونیم که جامعه شناسان انتقادی یافتن راهی برای
داوری علمی درباره ارزش‌های اجتماعی به ویژه در عرصه سیاست و قدرت رو ضروری می‌دانند. همین اینها هستن که اینجا هم دوباره تکرار شده که اینها مطالب مهمی هستن همشون.